از خدا میخوام ورق برگرده. تمام این بچه های مسئولی که با پول این ملت رفتن خارج از کشور یه روزی بیاریمشون اینجا ببندیمشون. این مردم ما، این سرزمین ما، با کشور ما چیکار کردید؟ با ایران ما چیکار کردید؟ نه سلامتی من سلام نه مرگ من تو رو قرآن نه اب نداره من تو رو قرآن نکش خواهش دارم. احترام این پرچم این کلیپ رو تا آخر ببینید. البته ببخشید خیلی ها این پرچم رو دوست ندارن. من این یکی اینورش رو علاشو پاک کردم. ببخشید شیر و خورشید ندارم بهتون نشون بدم. به پرچم و کاری به دینتون ندارم. من واسه این مردم اومدم. من برای این مردم اومدم. خدا از حق خودش میگذره ولی از حق و ناس نمیگذره. توی فضای مجازی دیدم یه دونه خونه 80 میلیاردی گذاشته واسه رهن. بیاید بریم یه خونه 80 میلیاردی با هم دیگه ببینیم. چراغش از کجا روشن میشه؟ چراغ گوشی روشن میکنی. چراغ نداری. چراغ گوشی. بیا چراغا رو روشن کنی. اینجا چراغ نداری؟ ما فقط شبا با گوشی. اینجا واقعا چراغ نی؟ خدا نیست. ما گوشی. بزنم این آب اینجوری میریزی. اونو بزن این آب اینجوری بریز. اینجوری خنک میشه. بابا میزنن که خونه هاشون خنک شه. حکم کولر دارن. خیلی ها جبهه میگیرن. الله رو دوست ندارن. یعنی ببین متاسفم واسه اون آدمایی که حتی به پرچمشون دارن خیانت میکنن. آدم فروش میدونی کیه؟ وطن فروش اونیه که داره پول این مردم رو میگیره اختلاس میکنه بچه‌هاشو میفرسته کانادا و آمریکا. اون وطن فروشه. وطن فروش واسه اون حرومزاده ایه که بهش برمیدارن پست دولتی میدن پشت میز میشینه اندازه یه گوسفند حالیش نمیشه. هزار ماشاءالله. اینا رو اینجوری میکنید خنک بشه. آب خدا همین آب تابستان آب ما همینه. اسم خدایا. یعنی اینا رو خیس میکنید اینجوری که خنک شه. اینه خب 7 تا بچه اینجا داره. 7 سال اینجا زندگی میکنه. تحصیلیم. نگاه. بچه‌هامون رفتن سن 18 رد کردن. تلویزیون رو نمیشناسن. برق نمیشناسن. من یه خواهش دارم. مدرسه رو نمیشناسن. من گوش توی کن. جوانه پیر شدن ما. گوش کن. من یه خواهش میکنم از آبرو میذارم. من به بلان قسم نمیخواستم بیام. به جان مادرم مریضه. من به قرآن مادرم خدا شاهد مادر من مریضه. به بلان مادرم مریضه. شفاش بده ان شاء الله. من نمیخواستم این همه را بیام. تو رو به آبروی زهرا، تو رو به قرآن، تو رو به اون پرچم مقدسی که میپرستید، به اون شیر و خورشیدی که میپرستید، این کلیپ رو دست به دست کنید برسه دست 4 نفر بتونن به اینا کمک کنن. این بدترین روستایی بود که اومدم دیدم. این مردم ایران با این همه سرمایه، با این همه معادن، با این همه نفت سزاوار اینجوری زندگی کردن نیستند. ما عمرمون رفت. ما باز ما بگیم ما دیدیم. اینا چی کار کنن؟ از مردم دنیا جدا من شبم پر قصه و درد و بلا. این سرویس بهداشتیه. یعنی دستشون همون نداری؟ چراغ بزن. این سرویس آقا چراغ بده. این سرویس بهداشتیه. به اندازه پول یه چیپس و پفک. الان فکر کنم 50,000 تومان فقط پول یه چیپس و پفک میشه. بله. اینجا هم درست. هر چقدر که میدونید نظر دارید نیت دارید اگه دوست دارید به این مردم کشور خودتون کمک بشه اینجا رو براشون یه ساخت و سازی انجام بشه، همون دستشویی ساخته بشه، لوله کشی بشه. الان از اون رو دارم میگن برو با خمر رنگ رزی نیست. الان پول دارید میدید فردا دوباره منو دزد نکنید. اینجا جای محرومه، صعب العبوره.
اینجا باید ماشین کامیون بیاد بره، وسیله بیاد و بره. این خودش حداقل نزدیک به 6 ماه طول میکشه ها. باید هزینه هی بشه، تو حساب من نیست پول. هی نیاد بگید پس چی شد تو پولا رو خوردی. نه، هر کی مشکل داره حاج حسین آقا قیاسی اینجاست، برادر گلمون هم اینجاست، پیجاشون هست، شماره تماسا هست. هر کی هم مشکل داره زنگ بزنه، بلیت بگیره بلند شه بیاد. روستای 75 از توابع جاز موریان. جانم دارم معرفی میکنم واسه اونایی که میگن اینجا کجاست رفتی. شماره کارتی هم که میذاریم حساب خیریه است، ورود و خروج مشخصه، خیالتون راحت باشه، نه تو جیب ما میاد نه تو جیب کسی دیگه. مستقیم هزینه مردم روستاهای اینجا میشه، به افتخار همه مردم که این کلیپ رو استوری میکنن، که همه دنیا ببینن، ایران ببینه، کمک به همه روستاهای اینجا بشه. دست قشنگ بزنید.